1. دست از کنترل کردن همه چیز بردار. گاهی ذهن آنقدر شلوغ می شود که حتی سکوت هم خسته کننده به نظر می رسد. سعی می کنی با فکر کردن از دل ابهام بیرون بیایی. گفتگوها را بارها در ذهنت مرور می کنی. نتیجه ها را تصور می کنی. خودت را برای اتفاقهای آماده می کنی که شاید هرگز رخ ندهند و آرام آرام بدون اینکه متوجه شوی نیاز تو به کنترل زندگی تبدیل می شود به همان چیزی که آرامشت را از تو می گیرد. مولانا بارها درباره تسلیم نوشته بود. تسلیم نه به عنوان ضعف بلکه به عنوان نوع دیگری از رابطه با زندگی، رابطه‌ای آرامتر. او می‌فهمید که بخش بزرگی از رنج انسان از جنگیدن با واقعیت می‌آید، از طلب قطعیت، از جهانی که هیچ وقت آن را تضمین نکرده است. و نوعی آرامش هم وجود دارد که از همان لحظه‌ای آغاز می‌شود که کمی دستت را شل کنی. 2. سکوت خالی نیست. گاهی ما از سکوت فرار می‌کنیم چون از چیزی که ممکن است درونمان بالا بیاید می‌ترسیم وقتی جهان آرام می‌شود. برای همین همه فضاها را پر می‌کنیم، با صدا، با حرکت، با آدم‌ها، با فکرها. اما مولانا سکوت را جور دیگری می‌دید. برای او سکوت نبود صدا نبود، جایی بود که صدای عمیق‌تر آغاز می‌شود. بعضی حقیقت‌ها با فکر کردن بیشتر به دست نمی‌آیند. آنها زمانی ظاهر می‌شوند که ذهن به اندازه کافی آرام شده باشد تا گوش بدهد. 3. قرار نیست از هر احساسی فرار کنیم. بعضی احساسها مثل طوفان وارد می شوند. غم، ترس، تنهایی، پشیمانی و ذهن فوراً شروع می کند به پیدا کردن راه فرار. اما مولانا چیزی را می فهمید که خیلی ها تمام عمرشان در برابرش مقاومت می کنند. اینکه درد همیشه دشمن نیست. گاهی آغاز صداقت است. بعضی زخم‌ها می آیند تا قلب را باز کنند. 4. نفس با بیقرار نگه داشتن ذهن است که زنده می ماند. همیشه بیشتر می خواهد. توجه بیشتر، تأیید بیشتر، قطعیت بیشتر و به همین دلیل ذهن به ندرت آرام می گیرد. مدام مقایسه می کند، مدام نقش بازی می کند، مدام نسخه‌ای خیالی از آرامش را دنبال می کند که همیشه انگار جای دیگری است. مولانا باور داشت آرامش از قضا دادن بی پایان به نفس به دست نمی آید، از دیدن حقیقت آن به دست می آید. 5. چیزی که عمیقاً دنبالش هستی تو را شکل می دهد. بیشتر آدم‌ها فکر می کنند ما فقط در حال جستجو کردن هستیم، در جستجوی عشق، معنا، آرامش، تعلق. اما مولانا چیز رازآلودتری می دید. او باور داشت چیزهایی که به سمتشان کشیده می شویم از درون شروع به شکل دادن ما هم می کنند. توجه ما، وسواسهای ما و اشتیاقهای پنهان ما همه ما را شکل می دهند. 6. گاهی درد چیزهایی را باز می کند که آسایش هرگز نمی تواند. درد آدمها را تغییر می دهد، اما نه همیشه آنطور که انتظار داریم. بعضی دردها قلب را می بندند، اما بعضی دیگر
چیزی را درون انسان بیدار می کنند. مولانا می فهمید که بعضی شکل‌های رنج برای نابود کردن ما نمی آیند. می آیند تا چیزی را آشکار کنند، چیزی را باز کنند و ما را نزدیکتر کنند به بخش‌هایی از وجودمان که شاید هیچ وقت کشفشان نمی کردیم. 7. بعضی چیزها را نمی شود به زور به وجود آورد. هر چیز معناداری در زندگی قابل اجبار کردن نیست. آرامش، عشق، شفافیت، تعلق، هرچه ذهن بیشتر تلاش می کند این تجربه ها را کنترل کند، آنها اغلب دورتر می شوند. مولانا حکمت عجیب رها کردن را می فهمید. زیباترین چیزها آرام رشد می کنند. آرام، طبیعی، تدریجی و در فصل مخصوص خودشان. آمدم کتاب خود گوش کشانمت، بی دل و بی خودت کنم، در دل و جان نشانمت. آمدم بهار خوش پیش تو ای درخت گل، تا که کنار گیرمت، خوش خوش و می فشانمت. صید منی شکار من، گرچه ز دام جسته ای، جانب دام باز رو ور نروی برانمت. از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است، شه به شهر بردمت، بر سر ره نمانمت. گوی منی و میدوی در چوگان حکم من، در پی تو همی دوم، گرچه که می دوانم.